تو این ویدیو میخوام بهتون دو تا اپلیکیشن گوشی معرفی بکنم که با گوشیتون پول در بیارین. حالا حتما نباید گوشیتون این باشه، با هر گوشی که دارین میتونین پول در بیارین. با این لپتاپ هم کاری نداریم، همینجوری اینجاست. ولی شما میتونید با اپلیکیشنی که بهتون معرفی میکنم از روزی 50000 تومان تا 100000 تومان از این دو تا اپلیکیشن پول در بیارین. بسیار بسیار راحت کارشون اینه که میرید نظر میدین، سری کارهای ساده انجام میدین، سری سوالات جواب میدین و در نهایت میتونید ازشون پول در بیارین. کار سختی نداره و به راحتی هم میتونید اون پول رو خرج بکنید و داخل برنامه قراره که خرج بشه. یعنی شما میتونید باهاش اینترنت بخرید، شارژ بخرید، خرید اینترنتی انجام بدین، تخفیف بگیرین، تو جاهای مختلف این پول رو خرجش بکنید. و یکی از این اپلیکیشن‌ها گزینه برداشت هم داره و میتونید برداشت رو هم انجام بدین، ولی عدد بالایی نیست. گفتم بهتون میتونید روزی 50000 تومان تا 100000 تومان پول در بیارین. حالا راهکار چیه که ما بتونیم از این اپلیکیشن پول خوبی در بیاریم؟ اگر می‌خواید با گوشیتون با این اپلیکیشن‌ها پول خوب در بیارین، تنها پیشنهاد من اینه که چندین اپلیکیشن و سایت رو داشته باشین که داخل کانالم چندین اپلیکیشن و سایت معرفی کردم که بهتون پول میده. اینا رو اگر در کنار هم وقت بذارین اجرا بکنین، میتونین پول خوبی ازش در بیارین و در نهایت عدد قابل توجهی رو میتونین ازش در بیارین. و در کل این یه جورایی میتونه یه درآمد جزئی برای شما رو داشته باشه. اما اگر قصد جدی واسه پول درآوردن دارین، میخواین به درآمد عالی برسین، مثل همیشه باز تاکید میکنم که حتما کانال تلگرام رو داشته باشین، چون داخل کانال تلگرام روش‌های مخفی و محرمانه کسب درآمد رو بهتون یاد میدم و کارهایی که خودم انجام میدم ازشون پول در میارم و داخل کانال تلگرام بهتون آموزش میدم. آیدی کانال تلگرام علی محمدی تل هست، اینجا براتون به نمایش در میاد. علی محمدی تل آیدی کاناله، حتما داخل کانال عضو بشین. خیلی خیلی اطلاعاتش به درتون میخوره و بهتون کمک میکنه که بتونید درآمد عالی داشته باشین. اگر داخل کانال تلگرام عضو شدین که خیلی عالیه، اگه عضو نشدین لینکش رو زیر ویدیو میذارم، آیدیش هم اینجا هستش. بریم سراغ معرفی این دو تا اپلیکیشن بدون حرف اضافی. بریم که معرفیش بکنم، ولی قبلش ویدیو رو لایک بکنید و بریم واسه اصل مطلب. برنامه اولی که بهتون معرفی میکنم اصلا جزو برنامه‌های امروز نیستش، ولی شما میتونید همین الان 145000 تومان هدیه بگیرین به راحتی هر تمام‌تر. فقط و فقط کافی از لینکی که زیر ویدیو واسهتون گذاشتم و تو کامنت ها گذاشتم ثبت نامتون رو داخل صرافی تترلند انجام بدین. ثبت نام میکنید، بعد از ثبت نام احراز هویت میکنید، همون لحظه 2 تتر میاد به حسابتون. 2 تتر 145000 تومان ارزش داره. هم میتونید نگهش دارید که قیمتش بره بالا و سود بکنین، هم میتونید به راحتی به تومان تبدیلش کنید و بفروشید و حالش رو ببرید. کل داستان همینه. این هدیه 145000 تومانی رو بگیرین، بعد بریم سراغ ادامه ویدیو. این خیلی ارزشمنده، حتما اینو دریافتش بکنین. برنامه‌ای که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم برنامه پولچه هستش که الان کامل بهتون میگم چجوری ثبت نام بکنید و حالا واردش بشین. برنامه پولچه رو الان خیلیاتون داخل کامنت ها میگین که ما از کجا نصب بکنیم. داخل گوگل سرچ کنید، داخل بازار سرچ بکنید، به راحتی میتونید برنامه پولچه رو نصب بکنید. با یه سری کارهای ساده شما مبالغ رو میتونید ببرید بالاتر و عدد درآمدیتون رو افزایش بدید. من روش کلیک میکنم. اینجا وقتی وارد این صفحه میشیم از ما یک شماره تلفن میخواد. اینجا شماره رو وارد میکنیم، اینجا تیکی هم باید بزنیم. شماره رو وارد میکنم، ادامه رو میزنم که بریم واسه مرحله بعدی. ولی اینجا نوشته دقت بکنید با ثبت نام در پولچه شرایط و قوانین رو قبول میکنم. حالا ما میخوایم ثبت ناممون رو انجام بدیم. اینجا شمارهمون رو وارد میکنیم. بعد از وارد کردن شماره اینجا از شما نام خانوادگی و کد دعوت میخوان. کد دعوت رو من در ادامه ویدیو میبینم، بهتون میگم دوست داشتین با اون کد وارد بشید. کلا برنامه‌ای که دارم براتون میذارم وقتی با کد دعوت یک نفر وارد میشین، هم به خودتون یه چیزی میده، هم به منی که مثلا دعوت کننده شما یه چیزی میده. حالا اگه دوست داشتین اینجوری وارد بشین، دوست نداشتین تو کامنت ها بگردین اگه کسی کد دعوت گذاشته بود با کد دعوت اون وارد بشین که اونم یه حالی ببره. من بعد از اینکه ثبت نامم انجام دادم یه پیامک برام اومد: علی عزیز به پولچه خوش اومدی، 100 سکه برای ثبت نام دریافت کردی. این پیامکی بود که همین الان برای من ارسال شد. این بالا نوشته 500 تا سکه داری و این سکه ها رو به شکل های مختلف میتونی خرج بکنی. مثلا اگه 10000 تا سکه بشه، ببینید نوشته کد تخفیف 300000 تومانی شب. اینجا نوشته که به چه دردی میخوره و کجا میتونی خرجش بکنی. کلا با این سری کارهای ساده، مثلا شارژ ایرانسل، شارژ 5000 تومانی میتونی با این سکه ها بگیری. میام بیرون دوباره شارژ همراه اول میتونم بگیرم، شارژ رایتل، کد تخفیف 30% و کارهای مختلفی میتونم انجام بدم. این بالا هم دوباره هستش. کارهای متفاوتی رو میتونم با سکه های خودم انجام بدم. به راحتی هم بهتون سکه میده. باید چیکار بکنین؟ فقط دعوت نیست. اولا که کد دعوت خودتون رو بگیرین و تو کامنت ها بذارین که بقیه ثبت نام بکنن. اما شما میتونید اینجا تو نظرسنجی ها شرکت بکنید، 1850 تا سکه بگیرین، برام 1350 تا. با این سری کارهای ساده بهتون میده. دو قسمت جوایز هم میتونید دوباره جایزه ها رو مشاهده بکنید. فعلا جایزه‌ای که دارن این هستش که اینجا مشاهده میکنید. حالا من گزینه برگشت رو که میزنم کلا از برنامه خارج میشه.
به ازای هر دعوتی که شما انجام بدین بهتون 2200 تا سکه میده. پس حتما لینک دعوت خودتون رو بگیرین. اینجا دعوت دوستانو که بزنید ببینید دعوت دوستانو که میزنید کد دعوت شما رو اینجا مینویسه 843 28175 کد منه که شما میتونید با این کد ثبت نامتون رو انجام بدین. بعدم که کد خودتون رو گرفتین وارد برنامه شدین کدتون رو تو کامنت بذارین بقیه هم ثبت نام کنن. دوباره کد رو میخونم براتون 84 32 81 75 کد خودتون هم حتما دریافت بکنید داخل کامنت ها بذارین بقیه بیان با کد شما ثبت نام کنن و به راحتی اینجوری امتیازاتون میره بالا میتونید شارژ و بقیه جوایز رو به راحتی دریافت کنید. این اپلیکیشن اول به همین سادگی شما پول نمیتونید برداشت بکنید و فقط میتونید این پول رو خرج بکنید اونم داخل خود اپلیکیشن. قبل از اینکه برنامه دوم بهتون معرفی بکنم باید بهتون بگم که اگه قصد جدی واسه پول درآوردن دارین چند تا ویدیو ساختم که خیلی بهتون کمک میکنه. یکی اینه که نوشتم درآمد روزی 500,000 تومان که 16 دقیقه هستش اینجا دارید مشاهده میکنید. این خیلی خیلی بهتون کمک میکنه و بهترین راه درآمدزایی میتونم بگم همینه. و یه ویدیو این پایینتر دارم که 31 دقیقه شده و دو تا سایت بسیار عالی رو بهتون معرفی کردم که میتونم بگم بهترین و پردرآمدترین سایت‌های ایرانی هستن. این دو تا ویدیو رو حتما ببینین و اصلا از دستش ندین. خیلی بهتون کمک میکنه و به راحتی میتونین باهاش پول در بیارین. اما بریم سراغ معرفی برنامه دوم. من اول ویدیو گفتم دو تا برنامه میخوام بهتون معرفی بکنم و برنامه دوم برنامه کلابینو بود که متاسفانه من نتونستم نصبش بکنم و هر کاری کردم نصب نشد. حالا نمیدونم مشکل از گوشی من بود یا چی، شما امتحان بکنید. اسم برنامه کلابینو داخل بازار هست و اینجا شما میتونید الماس بگیرید و این الماس ها رو به شکل‌های مختلف خرج بکنید. سری جوایز داره، هم میتونید شارژ و اینترنت و این داستانا بگیرید، هم میتونید توی سری جاها برداشتش بکنید و کلی جایزه خفن هم داره. اینجا دارید مشاهده میکنید. اینا رو میتونید دریافتش بکنید. حالا تست بکنید ببینید برنامه براتون نصب میشه یا نه. اما برای اینکه این ویدیو ارزش بالایی داشته باشه و شما یه چیز خوب یاد گرفته باشین اینجا دو تا برنامه براتون آماده کردم. اینا رو بهتون معرفی بکنم. یکی برنامه بگردشه، یکی برنامه پیما که شما با این دو تا برنامه با قدم زدن، راه رفتن، ورزش کردن میتونید پول در بیارید. اگر میخواین بدونید چطور باید این کارو انجام بدین، چطوری فعالش بکنید و چطور درآمدش رو برداشت کنید، این رو هم به صورت کامل داخل کانالم بهتون معرفی کردم و توی این ویدیو که اینجا دارید مشاهده میکنید میتونید به راحتی اینو یاد بگیرید و با راه رفتن و قدم زدن از این برنامه‌ها پول در بیارید. اما یادتون باشه کلابینو رو حتما تست بکنید. این برنامه خیلی خوبیه و این برنامه واریزی داره و حالا مثلا پولی که در میارید به راحتی میتونید خرجش بکنید. در لحظات آخر این ویدیو هم بهتون بگم که اگر قصد جدی واسه پول درآوردن دارید، کانال تلگرام بهترین راه و بهترین جاییه که شما میتونید داشته باشینش، چون بهترین راههای درآمدزایی رو اینجا بهتون معرفی میکنم و میتونید باهاش خیلی راحت پول در بیارین. حتما کانال تلگرام رو دنبال بکنید و اطلاعات رو اصلا از دست ندید. برای اینکه جای سوالم باقی نمونه گفتم برنامه پولچه، برنامه کلابینو رو میتونید از داخل بازار دانلود بکنید. برنامه بگردش و برنامه پیما رو هم به همین شکل میتونید داخل بازار یا مارکت دانلود و نصب بکنید و ازشون استفاده بکنید. چند بار تاکید کردم که دیگه جای سوال براتون باقی نمونه و کد معرف هم داخل ویدیو دیدین و میتونید استفاده بکنید. کد معرف خودتون هم داخل کامنت ها بذارین تا بقیه از کد معرف شما استفاده کنن و شما هم یه درآمدی از این طریق داشته باشید. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. به همین راحتی میتونید اپلیکیشن رو نصب بکنید، باهاش کار بکنید و این عدد رو ببرید بالاتر و در نهایت خرج کنید و لذتش رو ببرید. اگه هنوز داخل کانال یوتیوب ما عضو نشدی حتما داخل کانال عضو شو، یعنی گزینه سابسکرایب بزن، زنگوله رو روشن بکن که وقتی ویدیو جدید میذارم ازش باخبر بشی. داخل کانالم کلی سایت، کلی اپلیکیشن و کلی روش درآمدزایی بهت معرفی کردم. اگه به کسب درآمد از یوتیوب علاقه داری داخل کانال آموزش میدم و خلاصه تمام راهایی که خودم پول در میارم و کلا روش‌های درآمدزایی رو اینجا رایگان بهت آموزش میدم. حتما کانال یوتیوب رو دنبال کن، یعنی رو گزینه سابسکرایب بزن و زنگوله رو روشن کن که از ویدیوهای جدیدمون باخبر بشی. اگه این کار رو انجام دادی دمت گرم. دو تا ویدیو هم اینجا برات نمایش در میاد، ببین، استفاده کن و حالش رو ببر. دوست دارم. تا ویدیو و آموزش‌های بعدی، خدا نگهدارت.